سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما الان تو پونتیچلی هستیم، هم محلی که خب میگفتم بدترین محل دیگه تو لیست محلهای ناامن در واقع خب اول بود اصلا. حالا الان نشون میدم. تو راه هم یه سری سوال پرسیده بودین راجع به ناپولی و جواب میدم. حالا اون رو نشون بده لطفا. این در واقع همین پونتیچلیه. ببینید الان ساعت تقریبا 7 شب، 7 و نیم شبه و چیز خاصی نیست. من واقعا نمیدونم چرا اینجا رو میگن محله بد. ببین محله بد خب داره، محله بد داره. حالا تو راه میگم بهتون محله بد داره. مثلا همون تو همون لیست شما مثلا شماره سوم چهارمش بود که در واقع میگم سن جوانی و این داستانا. اونا محلهای خوبی نیستن، یعنی چون مهاجرین زیاد هست محلهای خوبی نیستن. ولی خب اینجا خوبه، یعنی اینجا من که راضیم، بچه‌هام راضی‌ان. تا الان هیچ مشکلی هم پیش نیومده. من هم ساعت 3 صبح بیرون بودم، هم ساعت چه می‌دونم 10 شب، 7 شب، روز، همه اینا اوکی بوده تا الان و من مشکلی توش ندیدم حقیقتا. ولی خب اینجوریه دیگه، اینجوری میگن. حالا ببینیدم خلوته، یعنی هیچ در واقع کسی اصلا نیست که مثلا دوز باشه. الان مثلا اینجا، حالا الان تا فروشگاه میبرمتون توی این فیلم که ببینید. مثلا یکی از کوچه هاشه، یکی از کوچه پس کوچه هاشه و میبینید دیگه. حالا اینجا هم یه چیز کلیساتوریه و خیلی باحاله. حالا نورپردازی هم واسه کریسمس اینجوری کردن، خب جالبه برای خودش، قشنگ کرده اینجا رو. و خلاصه کسی نیست، هم در واقع وایب کریسمس رو گرفتن دیگه. یعنی شهر کلا همینه. فردا هم دیگه جشن همین کریسمسه. حالا سعی میکنم فیلم بگیرم براتون بذارم ببینید، شما هم جالبه برای کریسمس حالا شهر چه جوری میشه و اینا. حالا فیلم بردار زیر ماشین نره خوبه. حالا آره بیشتر اطراف رو نشون بده. حالا اطراف رو ببینن بچه ها، محل رو ببینن. بدترین محل ناپولی در لیست رو ببینن چجوریه. این هم در واقع خیابونمونه، اونجا متروه. حالا با دست نشون بده لطفا. اینجا متروه. این سمت میره سمت دانشگاه و این داستانا. و آره اینجوری هست دیگه. خلاصه من که راضیم. فقط یه ذره مشکلی که داره این که دوره یکم به در واقع دانشگاه خود ما که پلیتکنیکو فدریکو هست. ولی برای بچه‌ای که لویجی میخوان برن، خب این محله خوبه، نزدیکتره نسبت به ما که حالا فدریکو هستیم. ببینید اجارات تو این منطقه خیلی بهتره از مناطق دیگه، چون که خب اسمش بد در رفته و خیلی اجاراش خوبه. و خود من در واقع اجاره رو دور 170-80 تا میدم. اینجا هم مترو دیگه، راه پله متروه که میره سمت بالا و همونجا باید حالا متروشو سوار بشیم. حالا راجع به بورسیه پرسیده بودین. ببینید ناپولی بورسیهش به این صورته که قصه اول و بستگی داره که شما کی تحویل حضوری مدارک رو انجام میدین. اگه مثلا سنتر ایتالیا باشین یا حتی زود برسین به ایتالیا، اگه سنتر غیر ایتالیا هم باشین، شما قسط اولتون رو دقیقا همین دسامبر میگیرید. و ما قسط اول سال دومون رو فکر کنم یکی دو هفته است، یه هفته است فکر کنم واریز کردن و من مبلغ 4000 و نمیدونم 20 تا بود که واریز کردن. قسط دوم سمت جولای در واقع میدن، جولای جون اینا میدن. و میبینید دیگه اینجا مغازه زیاده، خیلی باحاله اینجا. من خیلی خوشم میاد این منطقه. داشتم میگفتم راجع به هزینه هم که ببینید اجاره مثلا 170-80 تا میدن. خب خورد و خوراک من ببینید واقعا کم نمیذارم برای خودم، کم نمیذارم. غذا هم خدا رو شکر خوبه، ولی دیگه نهایت شما بگیرید 200 تا که بازم زیاده. با 150 تا هم اوکی میشه. شما چقدر خرج میکنید با هزینه که حالا من الان حساب کردم دور و بر 150 تا 400 تا و با 8000 یورویی که در واقع شما دارین
باز هم حدود 2-3 هزار تا سیو میشه، حداقل تو ناپولی که اینجوریه. ولی شما حالا اگه اتاق سینگل هم بگیرید توی در واقع وسط شهر نزدیک دانشگاه، حالا بچه‌ها میگیرن. حالا ما چون چندین تا دوست بودیم خونه رو گرفتیم، خونه بزرگه، حالا اتاقشو در واقع هر کی یه اتاق هستش. ولی حالا اگه شما تکی میخواین مثلا یه اتاق رو بگیرین، به چه صورت میشه؟ تو مناطق خیلی مثلا مرکز شهر و گرون اینا دیگه مثلا 350 400 واقعا پیدا میشه یه اتاق سینگل خوب. اینجا سینماه، مشکلش اینه که ایتالیایی ما نمیتونیم بریم اونجا. این بستنی فروشی عالیه واقعا، خیلی من اینجا خوشم میاد، واقعا بستنیاش خوشمزه است. اونایی که قبول شدن ان شاءالله سال بعد میارمشون اینجا، مهمونشون میکنه یه بستنی خفن. و آره حالا ما داریم میریم فروشگاه، یه خریدم بکنیم تا تهش مغازه هستی، تا ته مغازه اونورم تا ته مغازه است. خلاصه اینه. ببینید بچه واقعا خطرناک نیستش اینجا، چه واسه دختر چه واسه پسر، چون همه محلی هن، همه در واقع خودی هن و کسی نیست. اکثر جایی که حالا مهاجر، یعنی این پناهنده ها زیادترن اونجا، خب خطرناکه، چون که اونا معمولا غیر قانونی اومدن، اصلا هیچ اطلاعاتی ازشون نیست. ولی خب اینا خودشون ایتالیایی هن. اینجا مهاجر کمتر میبینید، فقط مهاجرش ماییم، یعنی که اینجاییم و ما بقیشون همه ایتالیایی هن. خلاصه خیلی جای خوبیه، من که راضی ام. حداقل تو پولام سیو میشه، همون پولو میرم سفر. یعنی من خودم به شخصه حاضرم دانشگاه به جای که نیم ساعت دور باشه مثلا 1 ساعت دور باشه، خب ولی خب اون پولو سیو میکنم، به جای اون میرم سفر. تازه ما اینجایی که حالا خونه هستیم داریم، چه میدونم منقل داریم که کباب بذاریم قشنگ. یعنی واقعا با ایران هیچ تفاوتی نداره شرایط زندگیمون، فقط خانواده و دوستان در واقع از همون دورن، ما بقیه چیزا خیلی خوبه. کلا محل خوبیه، اینجوری نیستش که بگم بده و من راضی بودم خلاص این محل. آره شما اینجا زندگی کنید پولتون هم سیو میشه. ببینید بچه‌ای هستن که جایی دیگه هم خونه پیدا میکنن و پول سیو میکنن، اگه بگردید پیدا میشه. ولی خب این منطقه بیشتر شما خونه میتونید پیدا کنید با قیمت پایین‌تر. خلاص خیلی محل خوبیه. امیدوارم که این فیلم براتون سودمند بوده باشه. ما داریم خرید که خرید انجام بدیم. حالا براتون فیشش هم مثلا عکس میگیرم میذارم ببینید چیا خریدم، قیمتش هم چقدر شده. امیدوارم موفق باشید.